چه کسی گفته کشوری با این حجم از منابع انرژی باید در تامین سوخت مورد نیاز مردمش مشکل داشته باشه و بنزین وارد کنه؟ چه کسی گفته مشکل بنزین فقط قیمت پایینه، نه کیفیت خودرو، مصرف سوخت، حمل و نقل عمومی و سیاست گذاری غلط؟ چه کسی گفته مردمی که سالها هزینه سوء مدیریت رو دادن حالا باید دوباره تاوان تصمیمایی رو بدن که خودشون نگرفتن؟ چه کسی گفته وقتی توان موازنه دخل و خرج این ملت رو ندارین باید دو دستی به این حکومت بچسبین؟ چه کسی گفته میشه اقتصاد رو با شعار اداره کرد و بعد از مردم انتظار داشت واقعیت‌های سر سفره‌هاشون رو نبینن؟ چه کسی گفته مردم باید بین امنیت و رفاه، بین استقلال و آزادی یا بین کشور و زندگی بهتر یکی را انتخاب کنن؟ چه کسی گفته اگر یک سیاست سالها جواب نداده فقط باید همون سیاست رو با شدت بیشتری ادامش داد؟ چه کسی گفته حکومتی که خودش رو خدمتگزار مردم میدونه نباید در برابر همون مردم پاسخگو باشه؟ چه کسی گفته منابع یک کشور ارثیه حکومت هاست نه سرمایه نسل‌های بعدی اون کشور؟ چه کسی گفته اگر اقتصاد رو به خاک سیاه نشوندید مقصر همیشه تحریم و دشمن و مردمن نه تصمیم گیرنده؟ چه کسی گفته هر سیاست غلطی رو میشه با پرچم تکون دادن چند نفر وسط میدونا درست جلوه داد؟ چه کسی گفته حکومتی که از مردم مالیات، عوارض و ما با تفاوت تورم میگیره نباید در برابر همون مردم حساب پس بده؟ چه کسی گفته منابع نفت و گاز و معادن مال حکومته اما فقط شعارش که همون ثروت ملیه باید مال مردم باشه؟ چه کسی گفته وقتی نمیتونید کشور رو درست اداره کنید ساده ترین راه اینه که به مردم یاد بدید شکست را قسمت و فقر را افتخار بدونن؟ چه کسی گفته ملت باید تا ابد هزینه سیاست‌های شماهایی رو بدن که خودتون هیچ وقت هزینه اشتباهاتتون رو نمیپردازید؟